یک از صفات متقین در سوره مبارکه آل عمران الله متعال بیان می‌دارند کسانی هستند متقین، اون کسانی که لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اصرار نمی‌ورزند بر گناه اصرار نمی‌ورزند. اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، الله رو به یاد میارند، استغفار میکنند، فورا توبه میکنند، به الله متعال باز میگردند، الله متعال مغفرت میکند. ولم یصروا علی ما فعلوا، بر گناه اصرار نمیورزند. بسیاری انسان ها هستند بر گناه مصرند، یعنی همیشه گناه انجام میدن، دست از گناه نمیکشند. توبه برای اونا نیست. توبه برای کسانی هست که بعد از انجام گناه و معصیت ثم یتوبون من قریب، فورا باز میگردند. فاولئک یتوب الله علیهم، الله متعال میبخشد بر ایشان. یتوب الله علیهم، الله متعال میبخشد بر ایشان، توبهشان را قبول میکند. و کان الله علیما حکیما، الله متعال علم دارد به بندگانش، ذات حکیمی هست. الله متعال به بنده فرصت میدهد، گناه میکند، معصیت میکند، اما وقتی توبه کرد الله متعال همون گناهان گذشته شو به نیکی عوض میکند. بنابر بیان پروردگار متعال در قرآن کریم فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما، اینا کسانی هستند بعد از گناه توبه کردند، انابت داشتند، عمل صالح کردند، خودشان را اصلاح کردند. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله متعال بدیهاشون رو به نیکی تبدیل میکند، گناهانشون الله متعال به نیکی تبدیل میکند در نام اعمالشان. و کان الله غفورا رحیما، الله متعال ذاتی هست آمرزنده، مهربان، بخشنده. پس انسان مسلمان و مؤمن میداند ربی دارد، وقتی گناه میکند میداند که ربی دارد، یغفر الذنب، گناهان و مغفرت میکند. و اعلام داشته الله متعال یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار و انا اغفر الذنوب جمیعا، ای بندگان من شما شب و روز گناه میکنید، معصیت میکنید، مرا نافرمانی میکنید، و انا اغفر الذنوب جمیعا، من همه گناهان شما رو مغفرت میکنم. فاستغفرونی اغفر لكم، طلب آمرزش بخواهید از من، استغفار بکنید، اغفر لكم، شما رو مغفرت میکنم. پس تا زمانی که انسان توبه بکند الله متعال میبخشد، هرچند گناه کرده باشد، هرچند معصیت کرده باشد، هرچند شرک و کفر داشته باشد، بدعت و خرافات داشته باشد، اما وقتی توبه بکند، خودش را اصلاح بکند، و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، کسی که توبه بکند و عمل صالحا و عمل شایسته انجام بدهد، جبران بکند، این توبه کرده، توبه واقعی کرده، الله متعال توبهشو پذیرفته.